که دیگه خسته شدم پریوش. آخه کی شب عیدی میره سر کار که اردلان دومیش باشه؟ هرچی تمرکز کردم و امواج جور و جور فرستادم که تو خونه نگهش دارم، نشد که نشد. این که خوبه. من 5 سال با علی ازدواج کردم، فقط 2 سالش سال تحویل خونه بوده. تا پارسال که همش با هم دعوا میکردیم. امسال تصمیم گرفتیم که به جای اینکه باش دعوا بکنم باش مدارا کنم. بعد قرار شد موبایلام به هم دیگه زنگ بزنیم، موبایلامون رو بذاریم رو پخش، شاید اینجوری وانمود کنیم کنار همین. واه چه جالب. حسش چطور بود؟ هیچی بابا. 2 دقیقه مونده به سال تحویل صدای مرکز آژیر علی بلند شد، علی دوید رفت مأموریت. اینم برنامه امسال عیدمون. حتما هنوزم باش آشتی نکرد. نه اولش یه خورده خیلی عصبانی شدم، بعد که اومد برام تعریف کردش که یه دختر بچه رو وسط اون همه آتیش در آورده و رسونده دست مادرش، دیدم واقعا باید بهش افتخار کنم. خوش به حالت. تو حداقل میدونی شوهرت آتیش نشانه، حضورش مهمه. اما آخه یه کارمند موزه شب عیدی برای چی باید بره سر کار؟ راستی یه خبر خوب برات دارم. 4شنبه شب کنسرته. بذار اینهاش ببین. واو نه ببین چه تبلیغی کرده. این اولین کنسرتشه تو ایران. من انقدر آهنگاشو دوست دارم، انقدر بهم انرژی مثبت میده. خب پاشو یه زنگ بزن. بابا من کلافگیم از همینه دیگه. مردم تعطیلات میرن کنسرت، بنده باید بشینم تو خونه آهنگای تکراری گوش بدم. اردلانم بره کشی که 4 تا کاسه کوزه شکسته. خب بلند شو یه زنگ بزن، بلیت کنسرت رو تهیه کن تا تموم نشده. شب که اردلان اومد سورپرایزش کن. چهارشنبه چندم فروردینه؟ ایوا شب سالگرد ازدواجمونم هست. خیلی ببین دوران نامزدیمون انقدر با آهنگای ما خاطره داشتیم. ببین بجم تا دیر نشده زنگ بزن سری، بلا فاصله با پیک برات میفرستن. بودو تا تموم نشده بلیتا. بیا اینم تلفن. بودو. سلام اردلان جان، خسته نباشی. بیا که شام حاضر.